بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وفتنته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم. أما بعد، أذكركم بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران گرامی قدر و اینچنین اشتراکچیان گروه میراثی پیامبران، اولا حمد بیشمار بر خدای عالمیان و درود و صلوات بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باد و اینچنین بر اصحابان ایشان و عالمان اسلام. اولا برای خودم سپس برای شما یاد رسانی میکنیم که نیت از برای خدا فراموش نکنید. امروز در باب ادب کمی صحبت میکنیم، چطوری که سخنان عالمان است برای شما میفرمانیم. بعض سخنان عالمان خداوند عز و جل در قرآن کریم میفرماید: استعیذ بالله و انک لعلی خلق عظیم. صدق الله العلی العظیم. این آیت در حق ایشان نازل شده بود. یعنی معنای این آیت به تحقیق ای محمد تو صاحب خلق بسیار بزرگ هستی. یعنی خداوند تعریف میکند بنده‌اش را، رسولش را که آن حضرت دارای خلق بسیار بزرگ است و ما نیز از امت رسول اکرم هستیم و باید کوشش کنیم که بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مانند باشیم. یکی از عالم های اسلام سفیان پسر عیینه میفرماید: این رسول الله صلی الله علیه و سلم هو المیزان الاکبر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ترازوی یعنی پیشوای بزرگ است. و علیه ترضع الاشیاء. و هر چیزی که میخواهی برکشی بر رسول اکرم نگاه کرده برکش. علی خلقه و سیرته و هدیه فما وافقها فهو الحق وما خلفها فهو الباطل. یعنی نگاه کن بر خلق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، بر حیاتش، بر راه و رویش. اگر موافق کند پس این حق است، نترسیده پیروی کن. و اگر موافق نکرد از آن چیز باطل است، آن چیز را مان، از پی آن چیز نشو. یعنی ما باید در حیات رسول اکرم را صلی الله علیه و سلم را برای خودمون عبرت گیریم. یعنی رفتار و کردار و خلق رسول اکرم را دیده به ترازو برکشیده بگوییم که آیا همین رفتار و کردار رسول اکرم موافق میآید با رفتار کرداری که حاضی من کرده استم؟ نیاید، نکن این کار. آید نترسیده دوام ده. و این چونین حبیب ابن شهید رحمت الله علیه بر پسرش میگوید: یا بنیه، ای پسری من، اصحب الفقهاء والعلماء. تو کوشش کن، غیرت کن، همنشین و دوست و جوره عالم ها و فقیه ها باشی. و تعلم منهم، و از آنها علم بگیر، تعلیم بگیر. و خذ من ادبهم، و این چنین ادب بگیر. فإن ذلك احب الی من کثیر من الحدیث. و برای من بهتر است، یعنی که برای من بهتر است از بسیار سخندانی تو.
بسیار سخندانی تو فایده ندارد اگر تو تعلیم و ادب نداشته باشی. یعنی بسیار حدیث داری ولی تعلیم و ادب و رفتار نداری. یعنی که بسیار حدیث را از یاد کردی ولی موافق همون حدیث و گفته های رسول اکرم که همش کلن آداب و رفتار است، از آداب و رفتار رسول اکرم بیرون برآمدگی نیستن حدیث های رسول اکرم، تو پیروی نکردی. این معنی داره. این گپ ها همش مجازی هستند. و این چونین یکی از عالم های اسلام مخلد پسر حسین میگوید بر عبدالله ابن مبارک: نحن الى كثير من الادب احوج منا الى كثير من الحديث. ما بر آداب بسیارتر محتاج هستیم نسبت بر بسیار دانستن حدیث. یعنی اگر حدیث بسیار دانی، مقصد این گپ هم همین است که حدیث بسیار دانی آداب و رفتار نداشته باشی، این خیلی نمی شود. و ابن سیرین رحمت الله علیه می فرماید: کانوا یتعلمون الهدی کما یتعلمون العلم. یعنی علمای گذشته تعلیم میگرفتن هدایت را، یعنی ادب را، چگونه که همچنان که علم را تعلیم میگرفتن. یعنی وابسته برابر علم ادب را نیز، هدایت را نیز تعلیم میگرفتن. و این چونین یکی از عالمان اسلام حسن خدا رحمت و مغفرتش کند میگوید: این کان رجل لیخرج فی ادب یکسبه السنین ثم السنین. میگه اگر یک آدم براید برای تحصیل ادب، او باید سالها تحصیل کند. یعنی با کمالات رسیدن آدم باید سالها کوشش کند و غیرت کند که تحصیل بیاموزد ادب را. و سوال پیدا می شود که چگونه ما باید آداب را بیاموزیم. برای این سوال جواب می دهد لقمان حکیم خدا رحمت و مغفرتش کند. وقتی که لقمان حکیم را سوال کردن ادب از کی آموختی، در جواب گفت از بی ادبان. آدم ها حیران شدند چگونه از بی ادب آموختی؟ حضرت جواب داد که آن چیزی که بی ادبان کردن من نکردم. یعنی آن چیزی که به ترازوی، به میزانی، به خلق رفتار و راه روش حیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم موافق نیامد، من نکردم. یعنی بی ادب رفتار و کردار رسول اکرم را ندارد. هر یک مسلمان فرق ندارد و عالم است یا که طالب علم است یا مسلمان عادی است، عامی است، باید رفتار و کردار خوب داشته باشد، یعنی با ادب باشد. و این چونین حضرت امام شافعی رحمت الله علیه را پرسیدند: کیف شهوتک للادب؟ خواهشات تو نسبت ادب چی است؟ قال: اسمع بالحرف منه مما لم اسمعه. من میخواهم حرف به حرف بشنوم آن چیزی که نفهمیدم. و تود اعضایی ان لها اسماعا تتنعم به. یعنی و آرزو دارم که تمام اعضاهای من استفاده کنن و از این نعمتی که ادب است، از این نعمت تمام وجود من استفاده برد. نه فقط گوشهای من بشنون درباره ادب سخنها را، بله تمام اعضای من بشنود و استفاده کنم از این بهترین نعمت. قیل و گفتند بر وی: و کیف
طلبک له. چگونه تو میخواهی به دست آری ادب را. قال گفت طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غیره. چگونه ای که یک زن گم میکند پسرش را و جز این پسر دیگر پسری ندارد و تا نیابد همون پسرش را آرام نمی شود، این گونه من آداب و علم را طلب می کنم. تا دارای آداب نشوم، تا دارای علم و ادب نشوم، یعنی تمام وجود من و بدن من دارای این صفت ها نشود، من آرام نمی شوم. برادران و خواهران گرامی قدر، شما یک چیز را فراموش نکنید که اگر آدم صاحب علم باشد، حافظ قرآن باشد، ولی آداب نداشته باشد، آدم ها از این آدم نه تنها درس، حتی یک نصیحت نمیگیرند. برای همین کوشش کنید که ادب در حیات شما و در زندگی شما و در رفتار و کردار شما باشد، نه اون که یک جای دور دمونیم ادب را و بی ادبانه رفتار و کردار کنیم. هذا والله اعلم و احکم و صلی الله علی خیر خلقه محمدین و اصحاب اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. دعاگو باشین در حق بنده عاجز. خدا حافظ.